عبدالسعید و روشنگل عبدالسعید سال 1962 در نوع شما در دهه پشت تولد شدم. ما اومدیم در اینجا پختکاری را سر کردیم، آب داریم، مکتب شدن، مکتب داریم، بنگاه تیبی داریم. از خود آدمای ما در مکتب کار میکنن، در بنگاه تیبی هم ما یکم خشتباری همسایه‌های خودمون رو که از مردمای دیگر ما یکم گندگی رو ندیدستیم. در بوره همین واقعی که در بدخشان شده بود در سال 25-28 ما این واقعه را از طریق تلویزیون فهمیدیم. حقیقتا ما گلبدی را نمیشناسیم. ما که در مدت 21 سالی هستیم بعضی آدما رو ما در بدخشان خود گلبدی نسنوی روشقله باشد، من آدم شهری باشم من نمیشناسم، خشتباری هم بون ندارم. لیکن کی گناهکار است؟ کسی گناهکار است جوابگاری میکنه. در بین آدمان نادنجی و نارین باشد، خواه وی گلبدین باشد، خواه وی دیگر کی باشد گناهکار است باید جواب بده. گناهش را باید چه کند؟ راست گناهکار استی جواب بده. خیلی نمیشد که از پشت یک دو آدم با یک آدمای بیچاره و سرسون و سرگردان شوند و چقدر آدم بیگناه بود از خانه به خانه و فرزنداش سرسون و سرگردان شوند خیلی بو نشود. کار با مصلحت خوب است. میگن که زبان نر مور ای چشم میبرورد. کجایی که همین صحبت هم دیگر فهمی باشد اونجا دبور جنگ نباشد. ما طرفدار صلح هستیم. ما نمیخواهیم که یگان کس جنگ را ببیند. کسی که جنگ را ندیده است نمیفهمد، کسی که دیده است میفهمد. ما سرمون گذشت، ما میدونیم که 92 سال چقدر پیگیری و چقدر چیو کشیدیم. کسی که در همون جو اشتراک کرده است میرا میفهمد. این دیگر در پول نیست. ولی یک آبادی شد، اما جا آزادی هم کجایی که میخواهد میرد، با اونو چیکار میکنه؟ در کار نیست.